با با عرض احترام مجدد، نقطه قابل بحثی است که خواره و برادرای افغان ما در هر گوشه و کنار افغانستان که شما یا در دنیا که شما زندگی میکنین، نقطه مهم است که شما هیچ وقت حراس نداشته باشین که پاکستان، دولت پنجابی پاکستان بالای افغانستان چیزی کار را کده میتونه. هر کاری که در دل دولت پنجابی پاکستان بود او کار کرد. شما ببینین در سال 1997 هم دولت پنجابی پاکستان در افغانستان مداخله میکرد و او را اعلان کرد مشرف که ایالت پنجم پاکستان است و حال فعلا بهترین شرایط برای مردم افغانستان است و شرایط میسر شده، چرا خود پاکستان میخواهد که موضوع دیورند که افغانا حل و فصل کنه و این بهترین شرایط است. ما باید این شرایط از دست ندیم. همین وضعی که افغانا دارن، چرا در داخل خود پاکستان دولت پاکستان با رکود اقتصادی مواجه است و در این حال کمکایی که باید از طرف امریکا و جامعه غرب به پاکستان میشد و کمک ها نشد. تنها کمک آخر هم که دولت امریکا برای پاکستان داد و او موضوع ترانسپورتی بود که موترایش از سرحد بره و بیایه. یعنی در حالت هم دولت امریکا یعنی اجتناب میکرد کمک برای پاکستان کمک تهیه کنه. دیگه به این ترتیب ما مردم افغانستان دائم از خاک خود دفاع کردیم. اگر شما تاریخ از زیاد دور نریم، از زمان احمد شاه بابا ببینیم تا حال مردم افغانستان دائم اتحاد کردن، دائم اتفاق کردن و از خاک خود دفاع کردن. ما ملالای ها داشتیم، ملالای ها داریم و کل ما انشاءالله زنده هستیم و ما قادر به ایستیم که بریم در داخل خود افغانستان از وطن عزیز خود دفاع کنیم. خصوصا پیشنهاد پاکستان در ماه می در حالت آمد که ما بنده آواز میکنیم شما موضوع خط دیورند همراه ما صحبت کنین که یک پیشنهاد کاملا اشتکانه و احمقانه توسط دولت پاکستان بود که با هیئت امریکا این موضوع را در جریان گذاشت و در این حال با دولت افغانستان و دولت امریکا او را رد کرد و دولت افغانستان هم، چرا این حق مردم افغانستان است. دیورنجرگه تنها وظیفه ملی خود پیش میبره، چرا دیورنجرگه خادم مردم افغانستان است. دیگه به این ترتیب ما از شما خوارا و برادرها عزیز من خواهش میکنم که شما رویاتتون هیچ وقت خراب نسازین. پاکستان، دولت پنجابی پاکستان هیچ چیزی کرده نمیتونه. ما بسیار از نظر سیاسی و از نقطه نظر بین المللی بهترین شرایط ما داریم. منتها یک کار که مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست، ما باید در هر گوشه و کنار دنیا باید آواز بلند کنیم و برادران بلوچ هم در گوشه و کنار با ما یک جای صدا را بلند کنیم و ما اولا امی اتحاد اتفاق برادرای افغان دیورنجرگه با برادرای بلوچ خود تبریک عرض میکنم خدمتتان دکتر صاحب. خدا نیک مبارک کنم و شما یک جای مبارزه میکنیم در مقابل بی‌عدالتی که دولت پاکستان بالای مردم ما آورده. و دیگه ای که امی آمدن ما در واشنگتن از تمام خوارا و برادرها در واشنگتن، در ویرجینیا، در مریلند، در نیوجرسی، شما بیاین در مقابل عملات پاکستان اقلا یک 40,000 نفر یا 20,000 نفر افغان بیاید جمع شوین. شما چطور ادعا میکنین که از افغانستان دفاع میکنین و تشویش میکنین راجع به افغانستان؟ خودتون یک روزتونه یا 2 روزتونه یا یک هفتهتونه نمیتونین که برای دفاع از خاکتان، از وطنتان، از وطندارایتان بیاین یک مظاهره را براپرتین. ما وسایلش آماده میسازم در واشنگتن. قیام صاحب، شیردل صاحب، زیا صاحب، خوارای گرامی ما هم هستن. اونو هم
همین شرایط میسر میسازیم. باید یک 30-40 هزار نفر اقلا یک 10,000 نفر که دولت امریکا و ممالک غربی ببینن که مردم افغانستان به سطور رسیدن از دست تعرض پاکستان. و در این حال در اروپا ما به تاریخ 25 ما کاروان دیرنجرگر در اروپا برا مندازم که او را استانکزی صاحب و خوار عزیز ما گرامی ما صبا جان او را از آلند شروع میکنن. لطفا به اونا تلفن کنین. و در این حال آجی صاحب فیضی در جرمنی او را پیش میبره کاروان دیرنجرگر را برا مندازیم. اگر شو کم کلپ پارتین صاحب افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره ته خپل ځان کړو. بله برادر متین صاحب، شما حق سخن به جای آوردید و من در تایید فرمایشات شما هم از برادران و خواهران بلوچ و هم برادران و خواهران افغان در واشنگتن میخواهیم که به کمک همدیگه با دولت آمریکا تماس بگیرند و رسما تقاضا بکنند که این کمک مالی و اقتصادی و نظامی آمریکا به ارتش پاکستان و دولت پاکستان متوقف بشه، چون این سلاحایی که آمریکا به پاکستان داده متاسفانه دولت پاکستان، ارتش پاکستان این بر علیه ملت بلوچ و مردم افغان ها استفاده کرده و این کمک مالی و اقتصادی که به پاکستان داده صرف پروراندن جهادیستا و تروریستا کرده. و همونطوری که شما میدونید هر مسئله تروریستی هست در هر کجای دنیا یا وسیله پاکستان ها به یک حیث به پاکستان مربوطه، هر مسئله تروریستی یا به دولت ایران، از این دوتا ها خارج نیست. و بعدم خب دلیلی که واقعا ملت بلوچ الان این 5مین باره که بر علیه پاکستان ها مبارزه میکنن، جنگه، همین ظلم و جنایاتی که در حق ملت بلوچ کردند. برادر متین صاحب 33,000 مبارز بلوچ، جوان، طالب، دانشجو، استودنت، روشنفکر، منورالفکر، بعد فعالان سیاسی، اینا رو گرفتن ها ناپدید کردن. بله. هیچ کس از اینا خبری نداره. بله. بعد بیشترشون هم اجسادشون که شکنجه شده و بعد کشته شدن در بیابان ها رها شدن. بله. این رفتاری است که
با ملت بلوچ میکنن و این رفتار از زمان تأسیس پاکستان ادامه داره و تنها دلیلی که میگن که بلوچ ها باید و پشتونا جزء پاکستان بشن میگن چون شما مسلمانید. ولی آیا هیچ مسلمانی با مسلمانی همچین رفتاری کرده؟ آیا این اسلامی است؟ و بعد و بلوچ ها هم واقعا تقاضای بلوچ ها یک تقاضای کاملا محق، قانونی و از نظر حقوق بین الملل مشروع هست. ما بلوچ ها خواستار حق تعیین سرنوشت هستیم. میخواییم ملت بلوچ خودشان سرنوشتشونه تعیین بکنن. ما خواستار جنگ نیستیم. ما میگیم که بیایید یک رفراندوم بین المللی زیر نظارت سازمان ملل بشه. از مردم بلوچ بخوان که آیا شما استقلال میخواهید یا میخواهید جزء پنجاب باشید یا جزء ایران. من به شما قول میدم 99% بلوچ ها خواهان استقلال خواهند شد. چرا؟ شما همونطوری که ما عرض کردیم بلوچستان از نظر استراتژیکی از تنگه هرمز تا کراچی همون آبی که هست، حالا تنگه هرمز هیچ، تا 200 مایل در دریا طبق قانون بین الملل این آبهای ساحلی بلوچستان. بله. بعد تمام تحقیقاتی که شده نشون میده که بلوچستان از نظر نفت، گاز، طلا، اورانیوم، مس و منابع طبیعی دیگه یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های دنیاست. به همین دلیل هست که چینی‌ها و پاکستانی‌ها اونجا رو غارت میکنن. ولی با تمام این منابع بلوچ‌ها مثل افغان‌ها فقیرترین مردم دنیا هستن. بله. چرا؟ چون سرنوشت خودشون اداره نمی‌کنن. شما اینا رو مقایسه بکنید با این کشورهای کوچک خلیج، قطر، کویت، چون اینا منابع خودشون رو کنترل میکنن. ببین چه پیشرفتی کردن. چقدر پیشرفت کردن. بعد این کشورهایی که هستند نون خوردن ندارن، مثلا پاکستان ولی میخوان اسلحه اتمی داشته باشن. در ایران که یک کشور بسیار غنی هست، اینا مردمشون رو ببینید که الان فرار میکنن میرن استرالیا. بله. استرالیا. بعد چون بلوچ هم که میدونید سنی هستن، در ایران 30% جمعیت سنی هست، اینا حق ندارن در تهران یک مسجد داشته باشن. بله. بعد در افغانستان من به شما میگم با تمام این مشکلاتی که شما دارید، ولی یکی از آزادترین و دموکراتترین کشورهای منطقه هست. بله. چون در افغانستان مثل پاکستان ISI و ارتش عسکر حکومت نمی کنن. یا در ایران یک طبقه آخوند حکومت نمی کنن. بعد مثلا شما ببینید در افغانستان شما با برادران هزاره که 10% هستن چقدر خوب رفتار میکنید. معاون رئیس جمهور هزاره هست. بعد چندین وزیر در کابینه هزاره هستن. ولی من به شما میگم شما تاریخ ورق بزنید، تا الان یک وزیر سنی یا سفیر سنی در ایران نبوده. در صورتی که 30% جمعیت هستن. 30% جمعیت. حالا چطوری ما در این کشورهای پاکستان و ایران بگیم که ما چون مسلمانیم؟ خب اگر مسلمانی ترکیه هم مسلمانه، چه نمیاد جزء پاکستان بشه یا ایران عربستان سعودی هم بعد شما میدونید که واقعا اگر اسلام واقعی هست و مسلمان واقعی هست، از افغانا و بلوچا مسلمان تر نیست. ولی این ظلمی که به نام اسلام بر بلوچا و افغانا شده هیچ کس نکرده. الان همین دولت پاکستان حمایتی که از همین تروریستا میکنه، روزی 30-40 نفر غیر نظامی سیویلیان بیگناه در افغانستان کشته میشه. همین حمایتی که رژیم ملاها از طالبان میکنه روزی همین 2 هفته قبل بود 32 نفر 35 نفر در نیمروز فرح کشته شدن که اینا بعد اینا به طالبان دفتر دادن در
زاهدان. بعد یعنی این کارا رو که میکنن واقعا هیچ راهی برای ملت بلوچ نگذاشتن جز اینکه ملت بلوچ اون صدای خودشون رو به دنیا برسونن و از حق مشروعشون که حق تعیین سرنوشت هست، از حق استقلال هست، حق آزادی هست دفاع بکنن. و الان خوشبختانه ملت بلوچ با تمام وجود به پا خواسته و شما میدونید که اون 33,000 نفر در بلوچستان کشته، ناپدید زندان شدن. دکتر سبدمی، چین میخواه که در بندر گوادر سرمایه‌گذاری کنه. بله کرده. شنیدم که برادرای بلوچ بالای چینی ها حمله کردن. بله تا الان 7 یا 9 تا چینی ها در اونجا کشته شده. و این برادر متین صاحب با وجود اینکه متاسفانه هیچ قدرت خارجی یا دولت خارجی از بلوچ‌ها و بلوچستان تا الان حمایت نکرده، حمایت اخلاقی کردن. بله. شما میدونید که حتی در کنگره آمریکا یک قطعنامه در کنگره صادر شده مطرح شده که از حق تعیین سرنوشت بلوچستان، استقلال بلوچستان حمایت میکنن. ولی خب یه حمایت اخلاقی است، ولی حمایت مادی نشده. تنها دولتی که در گذشته زمان مرحوم ظاهرشاه، زمان مرحوم صدر اعظم داود خان و زمان حتی کمونیستا مسئله بلوچستان یه مقداری حمایت اخلاقی میکردن، یک مقداری حمایت سیاسی، واقعا برادران افغان بودن، دولت‌های افغانستان بودن. چون مسئله ملی افغانستان و بلوچستان به هم خیلی نزدیکه و دشمن ما یکیست، هدف ما هم یکیست، آزادی. و اینه که خواست بلوچ‌ها هم خیلی خواست به حقی هست. ما با هیچ کس دشمنی نداریم. ما فقط میخوایم که یک خواستار اینیم که یک رفراندوم بشه زیر نظر اقوام ملل، سازمان ملل، یونایتد نیشن، که از مردم بلوچ پرسیده بشه که آیا شما میخواید استقلال میخواید یا میخواید جزء همین کشورها باشید. من به شما قول میدم و این همه اینا ادعا میکنن که ما مسلمانیم و ما متمدنیم و فلان. اگر اینا درست میگن به همین انگلیس نگاه کنن، کشور یونایتد کینگدام، انگلیس. این مردم اسکاتلند اینا گفتن ما میخوایم مستقل بشیم، آزاد بشیم. بعد گفتن رفراندوم بشیم. بعد دولت انگلیس تانک و توپ نفرستاده اینجا، تانک و توپ که ببینن اینا رو کشتار میکنن. اما یک مدت دربار گرفت. بله. دربار گرفت که آزادی خود بگیرن. بله نه گفتن الان دارن مذاکره میکنن که رفراندوم بشه. بعد تمام کشورهای پیشرفته دنیا، متمدن دنیا با این مسئله اینطوری برخورد میکنن. ولی اون دولت‌های پاکستان و ایران که ادعای اسلام میکنند و ادعای تمدن میکنن، واقعا همونطور که من گفتم ببینید با برادران خودشون، با ملت بلوچ چی کار میکنن، بعد چه بلایی مصیبتی سر ملت افغانستان آوردن. بله که هر روز ISI این تروریستا رو ترین بکنه، بینا اسلحه بده، پول بده که برن اونجا مردم بیگناه سیویلیان بی دفاع افغان کشتار بکنن، شهید بکنن. همون کاری که دولت ایران میکنه. آخر افغانستان چه کاری کرده برای پاکستان یا ایران؟ تنها کاری که اینا میخوان، هدفی که دارن اینه که همون بلایی که سر بلوچستان آوردن سر افغانستان هم بیارن و افغانستان هم تجزیه بکنن منطقه نفوذش که این طرف و اون طرف، همون کاری که قبل از اون. و انشالله که این روز هیچ وقت نمیرسه، مرگ پاکستان بله و این کشور هم میدونید من با یکی از این روزنامه‌نگاران پاکستانی صحبت میکردم حدود نمیدونم 12 سال قبل، همینطور شوخی میکرد و میگفت که این پاکستان بر اساس 3A استواره: آرمی، الله،
امریکا. بعد من مطمئنم که با این ظلم و جنایات و کارهای غیر انسانی که اینا کردن در بلوچستان و افغانستان ها، الله تبارک تعالی از اینا راضی نیست. برادر متین صاحب، اینا در بنگلادش زمانی که بنگلادشی ها به پا خواستن 3.5 بنگلادشی را ها کشتن، قتل عام کردن. بعد بین 200 تا 600 هزار زن مسلمان بنگلادشی را اینا مورد تجاوز عنف قرار دادن. کجا الله تبارک تعالی از اینا راضی میشه؟ بعد اینا به افغانا که نمیتونن اسلام یاد بدن، افغانا اسلام رو بردن اونجا. بعد این یک. بعد آمریکا همونطوری که شما فرمودید الان فهمیده که دشمن اصلیشون ISI. اینا به اشتباه فکر کردند که طالبان بدون ISI چیزی از چی نیستن. بله دکتر صاحب، یک نکته را به شما ما میخوایم ذکر کنم، یک که تقریبا در طول ماه مبارک رمضان یک پلان نوشته کردم در 4 صفحه حل مسئله افغانستان و موضوع تروریسم به دولت امریکا روان کردم. یک 45 کاپیش فعلا میره به سناتورها و کانگرسمنها، نمیگیم کی. و این ما براتون اطمینان میتیم که اولی که پاکستان فکر میکرد که افغانستان در مضیقه بی‌اتفاقی در پرابلم بی‌اتفاقی آغشته است و یا هرگز موضوع حق خود بالا نمیکنن. اما امی شروع دیورنجرگه به اصطلاح یا بیخی متحیر ساخته و ای که من پیشتر ذکر کردم که چرا اردوی پاکستان در این کار شامل است، برای که ورشکستگی پاکستان مطرح است. و اونا دولت پنجابی پاکستان و اردوی پاکستان بالخصوص تمام منافع به دست اردوی پاکستان است. شما هر پیسه که میه به جیب اردوی پاکستان میره. مردم پاکستان هیچ کدام منفعت بالخصوص ندارن، فقیرترین مردم. و امی اردو که بالای سردا حمله میکنن و تشویش کردن، صاحب اینمی علت است که رکود اقتصادی و پاکستان انشالله تجزیه خواهد شد. در تایید فرمایش شما میگن که معمولا این کشورها هستند که ارتش دارند، اسکر دارن. ولی در پاکستان برعکس، این اسکر هست، مملکت داره. این بله اینه که الان کمک اقتصادی آمریکا قطع بشه، اینا خارج بشن قطع میشه. بعد این کارهایی که ظلمایی که کردن خداوند الله تبارک از اینا هم راضی نیستن. بعد بدون این دعا اون A7 که آرمی باشه اون کلپس میکنه انشالله. بله کلپس میکنه، 100% سقوط میکنه، چون ارتشی که عسکری که حمایت مردمش نداشته باشه. بعد چون میگن که یک عسکر اسلامی است، عسکر اسلامی که بیاد در بلوچستان و افغانستان همچین جنایات ضد شرعی ضد اسلامی بکنه، ضد بشری بکنه. اون جنایاتی که در بنگلادش کردن کسی باور نمیکنه. بعد این عسکری هم هست که کمونیستا حمایتش میکنن، چینیا. حالا اینا میخوان به افغانا و به بلوچا درس اسلام بدن. این دکتر صاحب، یک موضوع دیگر رو براتون ما ذکر کنم. موضوع دیگه که امیدگل، قاضی احمد، سمیع الحق، فضل الرحمن افغانستان به نام دارالحرب اعلان کرده. یعنی به این معنا که این نفرها فتوا دادن که کشتن مردم افغانستان فرض است. بله در مورد بلوچستان هم حرف زدن، در مردم بلوچستان هم گپ زدن، در مردم افغانستان هم گپ زدن. و امی موضوعی که میخواین دولت امریکا را بازی بده که ما عملیات در وزیرستان شمالی شروع میکنیم که پول از امریکا بگیرن و دولت امریکا هم بالایشان فهمیده دیگه. به این ترتیب این فتوا را که امیدگل و قاضی احمد و سمیع الحق و فضل الرحمن یا بالای مردم افغانستان دادن، مردم افغانستان حق مسلمتان است که شما هر جایی که تروریستا رو میبینید شما از خود دفاع کنین و اینا را هم شما به قتل برسانین. برای که اگر شما ادعا میکنین که شما مملکت اسلامی هستین و مدرسه را تاسیس کردین
و فتوایتان در مقابل قرار که شما گفتین در مقابل مردم افغانستان است. مردم افغانستان آماده هستند، مردم افغانستان شجاع هستند، دلیر هستند. مردم افغانستان در بینشان فعلا 100%، اگر 100% نباشه 95% اتحاد اتفاق آمده، بغیر از یک گروه مخصوصی که صدر اعظم پاکستان بود. اونا به اصطلاح در روز ماه مبارک رمضان روزه افطار کردن که به خیال غلط نشه که یکی از اون آقای عادی بود. شما چطور خود افغان میگین در حالی که دولت آیسای پاکستان بالای افغانستان حمله میکنه، هر دقیقه خوارا و برادرایتان میکشه، مملکت خراب میکنن، شما رفتین بر از که اعاده قدرت کنین، دوباره به دستان قدرت بیاکته، دشمنتان چیشتین و در سفارتش رفتین و روزه افطار کردین. دیگه این واقعا شخصا مرا متاثر ساخت این حرکت شما. زمینه براتون مساعد بود، قدرت مزیش ششیدین، غالبان این که قدرت به دست مردم افغانستان بره و افغانستان ترقی کنه و غریب غربی افغانستان آرام شوه و افغانستان به طرف سعادت سوق داده شوه. آمین. دیگه ما نمیخوایم زیاد مثلا موضوعات گرچه بسیار زیاد است، ما میخوایم سر از اون موضوع صحبت کنیم. ما نظریات شما رو میشنویم. دکتر صاحب اجازه شما تلفن اول شما بگیرین. نه استدام کنم. خواهش میکنم از شما، بفرمایید. شما میمان گرامی ما هستین. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید صاحب. الو سلام و درود بر شما. سلام و درود بر شما. الو سلام و درود بر شما میهنان عزیزم. بفرمایید خانم. سلام و درود گرم ما و متقابل ما بر شما. از رفراندوم صحبت میکنید، از اپوزیسیون صحبت میکنید. بله شما شنیدین برنامه را؟ بله من شنیدم برنامه را. منم میخوام حرف بزنم. شما بفرمایید که وقت کم است. هر چی میخواهد دل تنگت بگو خانم. اگه شما تلویزیونتون گل کنین صاحب. بله بعد چند شکل از معذرت میخوام چون تمام خطا داره ها. بله وقت کم است. بفرمایید صاحب. واقعا شما دارین ماشاءالله اینقدر صحبت میکنین، من بدبخت 1 ساعت پشت خط هستم. شما نمیخواین جواب منو بشنوید. نگاه کنین شما صحبت از رفراندوم میکنین، از اپوزیسیون میکنین. مردم افغانستان ما واقعا امروز نان ندارن. من از گلهای پرپر شده افغانستان دارن صحبت میکنم، از جوانهایی که دارن پرپر میشون من صحبت میکنم. مملکت ما امروز شرایط در تمام دنیا مخصوصا در جهان سوم خیلی بغرنج و خطرناک است. برای شک دادن به یک جای باید به نقطه نظرهای سیاسی مد نظر گرفته شود. تغییر تحولات در همه خاورمیانه به وجود آمده. بله. این تغییر و تحولات در زمان بوش پدر و بوش پسر به وجود آمده. بله. سعی کنین. سوالتان شما مشخص کنید. خیلی خطاب است. بسیار خط صاحب. شما کم وقت نداریم ما صاحب. شما سوالتون شما بر حرف زدن خودتان وقت دارین، بر من وقت ندارین. مملکت ما 36 تریلیون بشکه نفت داره، 800 تریلیون مس داره. کاملا درست میفرمایید. بله. 2 میلیون و 500 تریلیون طلا داره. کاملا درست میفرمایید. لیتیوم داره. بله. ماها چرا مملکت ما یک شبانه مملکت ما واقعا میدونین مملکت است که به یک جای خیلی خوب رسیده و ما نباید اجازه بدیم کسی از یک مشت خاک وطن ما رو بگیره. باید ما از مملکت خود دفاع کنیم. چی دخترهای ما، چی پسران ما، چی مادران ما، چی پدران ما، همه باید از مملکت خود دفاع کنیم. چرا ما باید بینشنیم؟ معذرت میخوام، همه ما آمدیم تو کانادا و آمریکا، اونا یاد ما رفتن که تو یه خانه 100 نفر میخوابیدیم. یاد ما رفتن. من طرف مردم افغانم میبینم، شبها گریه میکنم، رنج میبرم. چرا اینها نان ندارن؟
چرا اینها ایچی ندارن بکنن؟ خب بسیار زیاد تشکر همشیری گل، بسیار زیاد تشکر. از این خاطر ما اینجا هستیم که ما درد و علم مردم افغانستان ما از او دفاع میکنیم و از حق مردم افغانستان دفاع میکنیم و همین تعرض پاکستان ما محکوم میکنیم و از این خاطر ما و دکتر صاحبی جا آمدیم و همین پیغام ماست که تمام افغانای عزیز ما، تمام برادرای بلوچ بسیج شوند در مقابل دشمن مشترک ما که آیسای پنجابی است. بله بله، همونطوری که برادر فرمودند، شما فرمایشات شما به قول شاعر ها جانا سخن از زبان ما میگویی. این همون حرفی بود که ما زدیم ها. بله. که چرا این ملت افغانستان و بلوچستان که این همه خدا بینا نعمت داده، چرا فقیرترین آدمای دنیا هستن؟ مشکلش بله چرا بقیه بخورند. بله. حالا بریم روی خط دیگه. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله بله بفرمایید صاحب. سلام علیکم، با ما هستید؟ السلام علیکم، بفرمایید. با شما دلاین هستین صاحب. نامتان از کجا تلفن میکنین صاحب؟ مهراب هستم، از لندن صحبت میکنم. ها واجب مهراب، سلام علیکم. الحمدلله. شما چطورید؟ حال شما خوبه؟ خیلی لطف کردید ها. بفرمایید صاحب. این برادر مهراب واقعا تمام عمر رو هم مغمشه همون بلوچستانه، یعنی تمام عمرش صرف مبارزه ها برای پیشرفت ها آزادی و استقلال بلوچستان کرده. بفرمایید مهراب صاحب. صحبتی که بحثی که باید بیشتر باز بشه و روش توجه داشته بشه، تا زمانی که بلوچستان استقلال مستقل نشده، افغانستان هیچ موقع یک از نظر اقتصادی و یک کشور مستقلی نخواهد ماند. افغانستان همیشه پاکستان و ایران همیشه افغانستان رو برکمل میکنن. بله. و تنها راه ترقی و پیشرفت افغانستان در استقلال بلوچستان هست. بله. و از نظر تاریخی بلوچستان و افغانستان همیشه اتحادیه داشتند. بله. و قبل از زمانی که انگلیس ها از طریق بلوچستان به افغانستان حمله شده، یعنی از 1838 تا امروز، نه افغانستان به اون طوری که استقلال داشته باشه استقلال داشته، نه بلوچستان روز خوشی از اون روز به بعد داشتن. بالکل. الان من میخوام که آقای دکتر حسینپور بیشتر روی این مسئله یه مقداری این مسئله رو بیشتر توضیح بده که موقعی که بلوچستان استقلال بشود و بلوچستان با افغانستان میتوانند یک اتحادیه مثل اتحادیه اروپا، یک اتحادیه، یک دو تا کشور برادر که با همدیگه قرارداد فری لیبر، فری موومنت اف گود و ملت افغانستان و بلوچ بتوانند در سرزمین همدیگه سرمایه گذاری بکنند، حتی زمین بخرند در دیگه. این تنها راهی است که دو تا ملت رو از این بدبختی که ماها در اون هستیم نجاتمون میده. بالکل. نظر شما در این مورد چی هست؟ تشکر، لطف کردید صاحب. خیلی تشکر. بله مهراب صاحب، من با شما کاملا هم عقیدم و من معتقدم که یعنی این وحدت ملت بلوچ و ملت افغانستان یک وحدت طبیعی خواهد بود ها. اینا میتونند پس از استقلال، یعنی بلوچا زمانی میتونند واقعا تصمیم بگیرند که به استقلال کامل برسند. بعد که به استقلال رسیدن، مثل همون دول اروپایی، ما میتونیم یک اتحادی تشکیل بدیم، اتحاد اقتصادی ها، اتحاد سیاسی، اتحاد نظامی و استقلال هر دو کشور هم در این حال هر کشوری استقلال خودشو داشته باشه. چون من فکر کنم فرضاً بگیم اتحاد اقتصادی، این کاملا
اقتصاد افغانستان و بلوچستان دگرگون خواهد کرد. همونطوری که اون خواهر قبلا گفتن چه منابع سرشار طبیعی در افغانستان هست، چه منابع سرشار طبیعی در بلوچستان هست. این برادران افغان ها ما براشون تضمین میکنیم که آزادانه تمام کالاهاشون از طریق بنادر بلوچستان ها دسترسی کامل داشته باشند، آزادی کامل ترید باشه بینشون ها، و بعد نه تنها اون بلکه تمام راهنایی که رودایی که از آسیای مرکزی میاد، تمام پایپلاین هایی که میاد از افغانستان ها رد میشه، از بلوچستان رد میشه. من به شما قول میدم یک اتحاد اقتصادی بین افغانستان و بلوچستان، این دو کشور به عنوان پیشرفته ترین کشورهای منطقه، غنی ترین کشورهای منطقه، معتبرترین و در میاره و میتونن همون نقش تاریخیشونه دوباره بازی بکنن. و در این حال ما دکتر صاحب اجازه تان اشاره کنم که امروز شروع کار ماست. بله کاملا. شما میبینین که امی اتفاق افغانا و دیورنجرگه و برادرای بلوچ از امروز شروع شده که خداوند ای برکت برته و به خیر و فلاح افغانستان و برادرای بلوچستان تمام شد. انشالله. دیورنجرگه بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم برادر گل. امر کنید صاحب. از کجا تلفن میکنین صاحب؟ از لندن زنگ میزنم. حفیظ جان. خب امر کنید صاحب. قربان شما. لطف کنید صاحب. احترامات برای شما، برای دکتر صاحب، برای سلام و احترامات برای شما حفیظ صاحب. از احساس وطن پرستی شما بسیار براستی قابل ستایش است. اما یک سوال من دارم. سوال من همیست که دیورنجرگه منظور اصلی چی است؟ یعنی پشتونهای او طرف سرحد چی میشه؟ مربوط کشور ما میشن، آزاد میشن از زیر یوغ پاکستان؟ بله. ما جواب شما حفیظ جان ببین بشنویم از طریق چقدر فعالیت در او طرف دیورنجرگه است، چقدر خود پشتونهای او طرف خط علاقمندی دارن به این موضوع. امیر لطف کنین. و یک چیز دیگه بسیار جالب بود که من از یک کسی از پاکستان بود شنیدم که گفت که دیورنجرگه حل میشه، پشتونهای این طرف پاکستان هم متعلق میشن برای در افغانستان میرن، متعلق میشن به اونا و اینجا در انتخابات عمران خان خود کاندید کنه برای ما جواب شما بشنویم صاحب. بطور است که دیورنجرگه هدف مرامش استرداد خاکای غصب‌شده مردم افغانستان است. در 1893 از افغانستانی مناطق جدا شده. ما اطلاق مجدد میخواهیم از این مناطق و برای که شما بفهمین که در اون طرف خط دیورند چی فعالیت است. ما میمان خود داشتیم 2 هفته بعد یعنی بعد از 2 هفته از اون طرف خط دیورند میاین چندین میمانای ما، گرچه اساسا امروز 4 میمان می داشتیم، اما نظر به این که دکتر صاحب تشریف آورده بودن ما گفتیم که انشالله موضوعات دیگر در برنامه آینده انشالله سرش صحبت میکنیم. برادرای ما در اون طرف خط سرحد دائما خود گفتن اونها افغان هستن و فعالیتاشون در مقابل دولت پنجابی دائم در جریان بوده. مثلا به طور مثال برادرای افغان ما چندی پیش در بالای میدان هوایی نظامی پاکستان حمله کرد و تیارات نظامی امریکا بخشی از پاکستان از بین برد و مثلا مبارزی اونا شروع شده و جریان داره. ما از نظر سیاسی میخواهیم که موضوع این مشکل ما با دولت پاکستان حل و فصل شود که به این ترتیب فعالیت‌های سیاسی ما در می اواخر بسیار زیاد شده، خصوصا که دولت امریکا که حال وقتی که ما خط روان میکنیم به اصطلاح یا
خواستار معلومات میشیم، با دولت امریکا در تماس هستیم، اونا بر ما جواب ما را روان میکنه به اصطلاح بالاترین مقام دولت امریکا. به این ترتیب شما خاطر جمع باشین، ان شاء الله فعالیت‌های ما در جریان است و می‌خواهیم که این ظلم ستم پاکستان بالای افغانستان ختم اختتام بیافته. دیران جرگه بفرمایید. آقای متین عرض سلام ادب. السلام علیکم. قیام صاحب گل شما عمل کنین بفرمایید. عرض است از اولتر ما احترامات عمیق خود برای دکتر صاحب برای میمان گرامی تقدیم میکنم. همچنین به شما. و قسمی که در شروع برنامه‌تان یک شعر بسیار خوب از مشکبین و در شعر گفته بود گر ندانی غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم. بله. همین شعر مرا وادار ساخت که ما یک دو سالی بسیار کوچک اینجا براتون نمایش کردیم. بفرمایید. این که میره یک دو دقیقه در بر میگیره خدمتتون. بفرمایید. از اولتر بگویم که تمام افغانای واشنگتن، ورجینیا، مریلند کلگی سر دوش است و پای استاده است که در سپتامبر 11 به نیویورک میرن. خب دومی که یک گله بسیار کوچک از آقای کرزی و معاونیش و وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب داخله و امو البته اولیای امور افغانستان که خدا کنه میال آواز مرا بشنون، من خدمتشون تقدیم میکنم به دلیلی که مردم بی‌دفاع افغانستان با بیل و کلنگ و کارد و چاقو به اصطلاح بر علیه پاکستانی ها قیام کردن، یعنی در کنر و در غزنی در اینجا، اما حکومت افغانستان هنوز مور سکوت به لب خود مانده. دیگه به می عنوان خدا کنه که اول میال آواز مرا بشنون و یک چیزی که اینجا متهیه کردیم خدمتشان تقدیم میکنم، خدا کنه که مورد پسندان قرار بگیره. اگر باز کس سوال داشته از مده ایسا نمره تلفن من در مانیتور آمده امور لطفا برش بازدانه داده میتونید. بله. د خیبر دره لار د ترو راتلو ده، د خیبر دره لار د ترو راتلو ده، په کابل او په خاور کې افغان یو دي. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران هموطن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه دهید به توصیه از حکم حب الوطن من الایمان من حیث یک افغان مسلمان صدای خود را با صدای ملت مجاهد و مبارز کشور یعنی شما مردم دیانتشار و وطن پرست هم نوا سازم. امروز که ما و شما در زیر این سقف از این گوشه دنیا به خاطر خواستهای برحق تاریخی خویش جهت دفاع از تمامیت ارضی وطن ندای حق و عدالت خواهی را به گوشهای جورمندان و غاصبان میرسانیم، دشمنان افغانستان این خطای شیرمردان تاریخ و سرزمین عقابهای بلند پرواز بدانند که هیچ ابرقدرتی نتوانسته و نخواهد توانست تا ملت مجاهد ما را اسیر و خاک ما را در محیط اشغال خیش درآورد. بله، تاریخ جهان کارنامه‌ها، قهرمانی‌ها و حماسه‌های مردم آزاده ما را درج صفحات خود دارند. مردم ما در طول تاریخ از نوامیس ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی خیش با قربانی‌های بیشمار مردانوار دفاع نموده و دفاع خواهند کرد. لاتروسه مغزب و قرار ندهی، لاتروسه مغزب و قرار ندهی، چاچه ما سره وحی سر پو جنگ دی. هموطنان عزیز، دولت نظامیگر پاکستان از همان بد و تاسیس خود تا حال با کشور ما از در مخاصمت و دشمنی پیش آمدد و با مکر و حیله به خیالهای پوچ سیاسی متصور شده است. کمیان پلانها نقشه‌های شیطانی پنجابیان همواره نظر به گواهی تاریخ نقش بر آب بوده و خواهند بود. به قول علامه اقبال لاهوری که می فرماید آسیا یک پیکر از آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از کساد و کساد آسیا و از فساد و فساد آسیا. بله. اما اکنون ما در این مرحله اساس تاریخ از حکومت پاکستان می طلبیم تا حق را به حقدار سپرده و مسئله خط دیورند را که با جبر و زور بازاران نسیشان بر زعامت آن وقت افغانستان تحمیل کرده بودند حل و فصل نماید. میاد 100 ساله این خیانت بزرگ به پایان رسیده و ما همچون از حکومت اولیای کشور
میخواهیم تا سکوت را بشکنند و مردانوار در راه الحاق مناطق از دست رفته ما با زمامداران پاکستانی که تا هنوز با نیرنگ‌های گوناگون مردم دیانتشوار ما را به خاک خون میکشند روی میز مذاکره نشستند و چون اجداد سلحشور ما از تمامیت ارضی کشور که حق خاص و اداره ملت مسلمان افغانستان سربلند است دفاع نمایند. آیا ننگ و شر نیست که ما در مقابل طفلک نوزاد تاریخ با عظمت تاریخی اضافتا از 5000 ساله که داریم سکوت اختیار کنیم و یا از مطالبه حق خویش بهراسیم؟ هموطنان گرامی، وقتی آن آمد که با مردم سوی میدان شویم، یکتر از ایوان بیرون آییم و به کیوان شویم. ما به هر رنگ و هر شکلی که باشد و یا هر امکانی که در اختیار خویش داشته باشیم باید صدای آزادی خواهی و حق طلبی خویش را به گوشهای صاحبان زور و در برسانیم و حق خود را هر قدرتی که باشد به یاری خدای توانا به دست داریم. خط دیورند کدام معنای دیگر نداشته و تاریخ آن را باطل اعلان کرده است. متین صاحبی رساله بسیار کوچک من چند دقیقه پیش به خاطر دیگه شعر شما را نمشته کردم که ممکن اندازه غلطی و چیزا داشته بوده باشد نگاه املا و نشا و چیزا، اما امروز دنیا فهمیده، مردم افغانستان فهمیده، برادرای بلوچ ما فهمیده که خط دیورند کدام معنایی نداره. این خط دیورند یک خط تعجیلی بوده و امروز در حالی که ناتو همونجا است، امریکا همونجا است، بهترین چانس بر افغانستان که در این وقت سایه خود بالا کنه و ما شما و دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر صاحب. تشکر می‌کنیم و این در ویرجینیا کل آمادگی است که روز 11 سپتامبر به نیویورک هم شما برد. تشکر. لطف کنید صاحب، مال به گیلان تجارتی میریم، لطفاً با ما باشین.